آن چیزی که به شما عطا شده متاع اندک زندگی دنیاست، اما آنچه نزد خداوند است برای اهل ایمانی که بر پروردگارشان توکل می‌کنند بهتر و پایدارتر است. همان کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها اجتناب می‌کنند و هنگامی که خشمگین می‌شوند عفو می‌کنند، همانانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز به پا می‌دارند و کارهایشان با مشورت یکدیگر حل و فصل می‌شود. از آنچه روزیشان کرده ایم دیگران را بهره‌مند می‌سازند. همان کسانی که وقتی ستمی بر آنها رود بیشک غلبه می‌یابند. بدانید که جزای بدی همانند